زنگ ریاضی قسمت 18 صفحه 30 رو حل کرده بودیم. حالا صفحه 31 رو میخوایم با هم دیگه حل بکنیم. صفحه 31 جمع و تفریق دو عدد رو ادامه مبحث رو داره اینجا بیان میکنه. خب اولین فعالیت اومده گفته که معلم دوباره با دسته های 10 تایی و یکی میاد جواب جمع و تفریق رو پیدا میکنه. یه جمعی اینجا هست که نوشته 24 به اضافه 37. خب میخوایم این جمع رو با همون مراحلی که قبلا یاد داده بودیم انجام بدیم. در اولین مرحله چی کار میکنیم؟ میایم 10 تایی ها رو اضافه میکنیم، یعنی 24 رو به اضافه 30 میکنیم. 3 تا 10 تایی رو با 2 تا 10 تایی جمع میکنیم، میشه 54. 24 به اضافه 30 میشه 54. 7 تا تکیه عدد 37 رو میایم بر میداریم به 54 اضافه میکنیم. 54 به اضافه 7 میشه 61. پس جوابمون 61 هست. اینجا می نویسیم. حالا به همین ترتیب گفته که شما هم جمع های زیر رو براشون شکل بکشین و جواباشون رو پیدا بکنین. اولین جمع 29 به اضافه 14 هست. اومده برای 29 شکل کشیده، 2 تا دسته 10 تایی و 9 تا یکی. برای 14 هم یه دسته 10 تایی و 4 تا یکی کشیده. در مرحله اول اومده 29 و با این 10 تایی که با این دسته 10 تایی که از 14 بود جمع کرده. جواب چند شده؟ شده 39. 29 به اضافه 10 شده 39. بعد 39 اومده با این 4 تا یکی که از عدد دوم مونده بود جمع کرد. با این 4 تا جمع میکنه. 39 به اضافه 4 میشه 43. جواب جمع 43 هست. جمع بعدی 37 به اضافه 25. برای 37 اومده 3 تا دسته 10 تایی کشیده، 7 تا یکی. حالا برای 25 ما میایم 2 تا دسته 10 تایی میکشیم و 5 تا یکی. در مرحله اول میایم این 37 رو با این 10 تایی ها جمع میکنیم. 37 به اضافه 20 که جوابش میشه 57. اینجا می نویسم 57. 37 به اضافه 20 میشه 57. حالا این 5 تا یکی که از اینجا مونده، از این عدد دومی مونده رو بهش اضافه میکنم. 57 به اضافه 5 با این 5 تا یکی میشه 62. جواب جمع میشه 62. حالا مراحل تفریق 35 منهای 17 رو اومده نشون داده. میایم برای 35 شکل میکشیم. 3 تا دسته 10 تایی، 5 تا یکی. منهای 17 یعنی چی؟ میام 17 رو نگاه میکنم، میگم یه دسته 10 تایی داره، پس یه دسته 10 تایی ازش کم میکنم. حالا 35 منهای 10 میبینم چند میشه؟ میشه 25. 10 تایی ها رو ازش کم کردم، شد 25. تکیای 17 7 تا است. 25 رو میام منهای 7 میکنم که میشه 18. میام اینجا 7 تا تکی رو کم میکنم. 2 تا از اینا رو هم باید دور بندازم. اون چیزی که میمونه 18 تا است. جوابمون میشه 18. تفریق بعدی 43 منهای 27. اومده 4 تا دسته 10 تایی کشیده و 3 تا یکی. خب از این 4 تا دسته 10 تایی اول میایم 2 تا کم میکنیم، یعنی از 43 20 تا کم میکنیم. 43 منهای 20 که میشه 23. 2 تاشو خط زده خودش. حالا میایم 23 رو منهای این 7 تا تکی که از عدد دومی مونده بود میکنیم. 7 تا یکی رو ازش کم میکنیم. چند تا میمونه؟ میمونه 16 تا.
بعدی 52 منهای 14 میایم شکلشو میکشیم. 52 تا، خب میگیم 52 5 تا دسته 10 تاییه، 2 تا یکی. حالا منهای 14 با چیکار کنیم؟ منهای 14 و یعنی یه دسته 10 تایی و 4 تا یکی 14 میشه. میایم 52 منهای 10 رو اول انجام میدیم، میشه 42. یعنی یه 10 تایی ازش کم میکنیم، میشه 42. اینجا بینیسم 42. بعد میایم یکی های عدد دوم میبینیم 4 تا هست. 42 منهای 4 میکنیم. 1 2 3 4 تا ازش کم کردم. ببینم چقدر میمونه. 38 تا. جوابمون میشه 38. حالا اگه بخوایم جواب جمع 24 به اضافه 32 رو توی این جدول اعداد پیدا کنیم، باید چیکار کنیم؟ اول 24 رو باید پیدا کنیم. میایم میگیم 24 اینجاست. بعد 3 تا 10 تایی بهش اضافه میکنیم. 24 به اضافه 30 میشه 54. اگه 3 تا 10 تایی بیایم پایین میشه اینجا 54. خب حالا میپرسه یعنی چند ردیف در جدول میاین پایین؟ مینویسیم 3 ردیف. حالا به اندازه 2 تا یکی باید بریم جلو. 1 2. جواب شد 56. حالا برای پیدا کردن حاصل تفریق 47 منهای 34 اول میایم 47 رو پیدا میکنیم، میگیم اینجاست. بعد 3 تا 10 تایی ازش کم میکنیم. 47 منهای 30 میشه 17. 3 تا 10 تایی ازش کم میکنیم، میایم روی 17 وای میستیم. چند ردیف میریم بالاتر؟ 3 ردیف. حالا به اندازه 4 تا یکی برمیگردیم عقب. 1 2 3 4 میرسیم به عدد 13. حاصل تفریق میشه 13. جواب جمع و تفریق ها رو باید به همین روش دوباره به دست بیاریم. 17 به اضافه 19 میگم 17 رو اول میام به اضافه 10 میکنم، میشه 27. 27 رو اینجا نوشته. بعد میام به اضافه این 9 تا تکیه میکنم. 27 به اضافه این 9 میشه 36. 25 به اضافه 35 اول میام 25 رو به اضافه 30 میکنم، میشه 55. می نویسم 55 به اضافه حالا این 5 تا تکیه عدد دومی رو بهش اضافه میکنم. به اضافه 5 میشه 60. 29 به اضافه 46 اول میام 29 رو به اضافه 40 میکنم. جواب میشه 69. نویسم 69 به اضافه این 6 تا تکیه عدد دومی میشه 75. بعدی 74 منهای 17. 74 رو اول منهای 10 میکنم، میشه 64. 64 رو اینجا نوشته. بعد این 64 رو میام منهای 7 میکنم. منهای این 7 تا یکی که از عدد دوم هست میشه 57. 80 منهای 14. 80 رو اول میام منهای 10 میکنم، میشه 70. می نویسم 70. بعد این 70 رو میام منهای 4 تا یکی میکنم، میشه 66. بعدی 62 منهای 38. خب 62 رو میام منهای 30 میکنم، میشه 32 منهای این 8 تا یکی
جواب میشه 24. 47 منهای 25. 47 رو میام منهای 20 میکنم، میشه 27. مینویسم 27 منهای این 5 تا یکی، جواب میشه 22. حالا این قسمت کامل کن میگه ساعت چنده، مثل نمونه بیا بنویسش. یادتونه یه الگو داشتیم که شروع میکرد از اینجا مینوشت 0 5 10 15، 5 تا 5 تا بالا میرفت. خب اینجا عقرب کوچیک رو 4، میگیم ساعت 4 و 15 دقیقه است. بعدی عقرب کوچیک بین 3 و 4، پس از 3 یکم گذشته، می نویسیم ساعت 3 و دقیقش رو باید چی بنویسیم؟ میگیم تا اینجا که 15 بود، 20 25 30، ساعت 3 و 30 دقیقه است. خب بعدی رو میام نگاه میکنم، میبینم عقرب کوچیکه از 8 یکم گذشته، پس هنوز ساعت 8، میگم ساعت 8 و 20 دقیقه است. ساعت پایینی میگم ساعت 9 و 10 دقیقه است. دقیقه شمار روی 10 عقرب کوچیکم از 9 یکم گذشته. بعدی ساعت 9 و 20 دقیقه است. و آخری تا اینجا نوشته بودیم 30 35 40 45 50 55. خب میام میبینم عقرب کوچیکه بین 7 و 8، از 7 گذشته نزدیک به 8، پس میگم ساعت 7 و 55 دقیقه است. عقرب بزرگه روی 55 وایساده، پس میشه 55 دقیقه. صفحه 33 تمرین که میگه حاصل جمع و تفریق رو به دست بیارین. 23 به اضافه 57، 23 رو به اضافه 50 میکنم، میشه 73. نویسم 73 به اضافه این 7 تا یکی میکنم، میشه 80. 60 منهای 14، اول میام 60 رو منهای 10 میکنم، یه دسته 10 تایی میشه 50، نویسم 50. بعد میام منهای این 4 تا یکی میکنم، میشه 46. 54 منهای 21، 54 رو اول میام منهای 20 میکنم، میشه 34، نویسم 34. بعد 34 رو میام منهای این یکی میکنم، یه دونه یکی، میشه 33. 59 به اضافه 27، 59 رو به اضافه 20 میکنم اول، میشه 79. بعد میام 79 رو به اضافه این 7 یکی میکنم، میشه 86. سوال 2 میگه مهدی 26 دقیقه به قرائت قرآن گوش داد و سپس 17 دقیقه روانخوانی آن آیات رو تمرین کرد. مهدی کلاً چند دقیقه برای قرآن وقت گذاشت؟ میایم مینویسیم 26 دقیقه اول قرائت بود، بعد 17 دقیقه دیگه هم تمرین آیات کرد، پس 26 به اضافه 17. خب میام میگم 26 رو اول به اضافه 10 میکنم، میشه 36، مینویسم 36. پس 36 رو به اضافه این 7 یکی میکنم، میشه 43. کلاً 43 دقیقه مهدی وقت گذاشت برای یادگیری قرآن. سوال 3 میگه تکالیف ریاضی و علوم مهدیه 55 دقیقه وقت گرفت. اگه تکالیف علومش 29 دقیقه زمان برده باشه،
تکلیف ریاضیش چند دقیقه زمان برد؟ خب میگیم 55 دقیقه کل تکلیفاش طول کشید. اگه تکلیف علومش 29 باشه باید 55 رو منهای 29 کنم که ببینم ریاضیش چند دقیقه طول کشیده. خب 55 رو اول میام منهای 20 میکنم، میشه 35. می‌نویسم 35. بعد 35 رو منهای این 9 تا یکی میکنم، میشه 26. پس 26 دقیقه تکلیف ریاضیش وقت برد. قسمت تقریب بزن. میگه 47 به چه عددی نزدیکتره، 40 یا 50؟ خب من از 40 باید 7 قدم برم بالاتر که برسم به 47. خب چقدر مونده به 50؟ 3 قدم دیگه مونده به 50. پس به 50 نزدیکترم. 7 قدم از 40 دور شدم ولی 3 قدم دیگه مونده به 50 برسم. پس به 50 نزدیکترم. بعدش میگه 21 به چه عددی نزدیکتره، 20 یا 30؟ خب من از 20 یه قدم رفتم دورتر، رسیدم به 21. 9 قدم مونده تا به 30 برسم. به نظرت به کدوم نزدیکترم؟ به 20 نزدیکترم. سومی سوالش میگه مثل نمونه بیا جواب جمع و تفریقا رو به صورت تقریبی به دست بیار. خب 47 به اضافه 21 گفته 47 به 50 خیلی نزدیکه، پس می نویسم 50، تبدیلش میکنم به 50. بعد 21 رو گفته که به 20 خیلی نزدیکه، تبدیلش میکنم به 20. بعد میگم 50 به اضافه 20 جوابش چند میشه؟ میشه 70. پس تقریب زده جوابو گفته نزدیک به 70. حالا جمع بعدی 71 به اضافه 24. 71 یه قدم از 70 رفته بالاتر، پس به 70 خیلی نزدیکه، می نویسم 70. 24 4 قدم از 20 رفته بالاتر، پس به 20 خیلی نزدیکه، می نویسم 20. حالا 70 به اضافه 20 میشه 90. 39 به اضافه 25. 39 یه قدم به 40 مونده برسه، پس به 40 خیلی نزدیکه، می نویسم 40. 25 5 قدم مونده که به 30 برسه. خب اینجا دقت کن، وقتی 5 قدم مونده به 30 برسه وسطشه، تو برمیگردی عقب یا جلو؟ خب وقتی از 20 فاصله گرفتیم دیگه بر نمیگردیم عقب، میریم رو به جلو. پس می نویسیم 30. 40 به اضافه 30 میشه 70. این قسمت رو پس خیلی دقت داشته باش. عددهایی که دقیقاً وسط دو تا عدد دیگه است تقریبش رو به عقب دیگه بر نمیگردیم بنویسیم، ما تقریب رو به جلو میزنیم وقتی دقیقاً وسط وایساده. خب بعدی 81 منهای 28. 81 یه قدم از 80 دور شده، پس می نویسیم 80 منهای 28. 28 دو تا قدم مونده به 30، می نویسیم 30. 80 منهای 30 میشه 50. 89 منهای 51. 89 یه قدم مونده به 90 برسه، می نویسم 90. 89 9 قدم از 80 دور شده ولی یه قدم مونده به 90 برسه، پس به 90 خیلی نزدیک تره، می نویسم 90 منهای 51 بین 50 و 60. یه قدم از 50 دورتر شده، پس باید دوباره برگرده به 50. به 50 خیلی نزدیک تره. 90 منهای 50 میشه 40. 52 منهای 25. 52 دو قدم بالاتر از 50 رفته. خب پس خیلی به 50 نزدیکه، می نویسم 50 منهای 25. دوباره اینجا 25 داریم. وقتی عدد 25 دقیقاً بین 20 و 30 هست ما تقریب میزنیم به 30. 50 منهای 30 میشه 20. این پایین صفحه هم نوشته که عدد 25 رو به صورت تقریبی 30 بنویسید. خب ما تا اینجای کار تا صفحه 33 رو حل کردیم. ادامه صفحات رو در ویدیوهای بعدی حل میکنیم.